فوری جسد علیشیر میرزاناباد را بعد 10 روزی جستجو پیدا کردند. جسد علیشیر میرزاناباد رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان و سینا مبارک شایف راننده‌اش را 20 کیلومتر دورتر از مکانی که ماشین خدمتی به دریا سر و زیر شده بود پیدا کردند. در این باره عارف ناظمیان سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده به رسانه‌های اطلاعاتی خبر داده گفت جسد رئیس ولایت امروز 26 ایون جسدی در پی کارهای جستجویی زیر و روی آبی 20 کیلومتر دورتر از جای حادثه در دریای 5 دریافت شد. در همین منطقه چند پیش جسد راننده او پیدا شده بود. طبق اطلاع دسترس جسد علیشیر میرزاناباد را نزدیکانش شناسایی کردند، ولی تصدیق نهایی جسد پس از انجام تشخیص دادگاهی طبی اعلام می شود. عارف ناظمیان علاوه کرد که جستجوی جسد مسافران دیگر که همراه رئیس ولایت در یک ماشین بودند ادامه دارد. او گفت در برابر نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و دیگر ساختارهای مربوطه در دریافت جسدها ساکنان ولایت هم اختیاراً شرکت دارند. قبلا گفته میشد که جسد رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان و همراهانش را بیش از 200 نجات دهنده در ناحیه‌های درواز، شمس‌الدین شاهین، منطقه کلاب و دیگر موضع‌ها می‌خوابند. ماشین خدمتی علیشیر میرزاناباد صبح 17 ایون هنگام بازگشت از دوشنبه به خاروغ در کیلومتر 282 شاهراه دوشنبه خاروغ در بین دهه‌های زیغر و یخچیساری ناحیه درواز به دریای 5 افتاد. با اطلاع وزارت کارهای داخلی سبب حادثه سرعت بلند حرکت و از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمدن راننده گفته شده است. با اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ماشین شخصانی زیرین حضور داشتند که همشان غرق شدند. علیشیر میرزاناباد رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان، امینه امان‌الله‌یeva همسری او 46 ساله، عارفه میرزانابادزاده 2 ساله دختری او، صدانشاه جنابیلشاه 37 ساله یاوری رئیس، سینا مبارک شایف 42 ساله راننده. تحقیق قضیه تحت نظارت بی‌واسطه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار دارد. علیشیر میرزاناباد که همزمان معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان بود، 16 ایون در جلسه نوبتی این نهاد قانونگذار شرکت داشت. تا تعیین شدنش به حیث رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان در سال 2021 معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود. علیشیر میرزاناباد زاده ناحیه شانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان می باشد. پس از مرگ نابهنگام علیشیر میرزاناباد اجرای وظیفه های او به دوش شریف خان سفرزاده معاون یکم او واگذار شده است. خبر و گزارش های بیشتر را از اعتماد دسترس نماید. با اعتماد باش. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و موافق رژانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نتیجه صدمه نقلیاتی از مرگ نابهنگام رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان علیشیر میرزاناباد و دیگر همراهانش سخت اندوهگین بوده جهت دریافت جسدهای آنها همه تدبیرها را عملی نموده ایستاده است. در پی کارهای جستجویی زیریابی و رویابی سنه 25 ایون جسدی راننده دریافت کرده شد. سنه 26 ایون سال 2026 باشد یک جسد جنسی مرد دریافت کرده شد که برای معین نمودن شخصیت آن ساختارهای دخلدار فعالیت دارند. یادآور می‌گردیم که جهت دریافت جسدهای باقی مانده از جانب تمام اهالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان و دیگر ساکنان کشور در برابر ساختارهای دخلدار کارهای جستجویی ادامه دارند. ما شهروندان ولایت مختار کوهستانی بدخشان از این واقعه فاجعه آور خیلی سخت اندوهگین و غمگین هستیم. خدمت‌های شایان سابق رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان محترم علیشیر میرزاناباد خیلی نظر هستند و سهم زیادی در رشدنمای ولایت گذاشتند. ما اهالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در یکجایگی با نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده کوشش به خرج می‌دهیم که در روزهای نزدیک جسدی به آب رفته محرومان را دریافت کنیم. گفتگوی جسدها از جانب ساکنان ناحیه درواز، از جانب ساکنان ناحیه شمس‌الدین شاهین، غیر از این تمام مرحوم
در منطقه ناحیه درواز و شمس‌الدین شاهی ادامه دارد و همه ما و شما خوب می‌دانیم و آگاه هستیم که سهم سابق رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نواب علیشیر خدابیانی در تأمین ولایت قانون در ولایت مختار کوهستان بدخشان در کارهای آبادانی سالمندگی در ولایت مختار کوهستان بدخشان نهایت به اندازه زیاد بود و همه ما شاهد آنیم که به واسطه مرحوم دستور سپارش‌های رهبریت عالی کشور دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت را با سربلندی به اجرا می‌رساند و همین بود که ضمن اظهار همدردی پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی و خدمت‌های شایان سابق رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بهای نهایت بلند دادند و البته ما در امروز تمام ساکنان ناحیه برای گفتگوی جسدهای سویدت می‌نمایند و تا پیدا ساختن این جسدها البته ما این کار را ادامه خواهیم داد. مرحوم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم علیشیر میرزا نواب یک شخصیت معتبر، یک فرزانه ملت بود که در فعالیتی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان رئیس ولایت را به عهده داشت سمت‌ها رشد یافته بود. علیشیر میرزا نواب سالیان زیاد برای رشد و نموی تاجیکستان عزیز از خود سهمی باسزا گذاشته است. این است که خدمت‌های شایان تحسین او از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بارها قدردانی گردیده سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش امامعلی رحمان او را سزاوار رتبه عالی حربی گنرال مایور گردانیده است و همزمان او در وظیفه‌های مهم حربی سیاسی کار و فعالیت نموده است. ضمن صحبتی که با برادر علیشیر میرزا نواب داشتیم او قید نمود که محض خدمت‌های صافدلانه و صادقانه علیشیر میرزا نواب در میان خلق و دولت نمایان است. از اینجاست که خرد و بزرگ ناحیه در حادثه ناخوشی به عمل آمده غم شریکشان گردیده در پی جستجوی جسدها از خود سهمی باسزا گذاشتند. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع رژنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به سهم اهالی می‌رساند که جستجوی جسدهای باقی مانده با استفاده از تمام قوه و واسطه همانا ادامه دارند.